یادتونه توی ویدیو قبلی ویدیو اول از قسمت‌های دانش راز از نجوم از فضا دیدیم که راجع به خورشید توضیح دادیم. حالا وقتشه که راجع به سیاره‌هایی که دور خورشید می‌گردن توضیح بدیم. امروز ما از عطارد و زهره شروع کنیم، دو تا سیاره اول داخلی و سنگی توی مجموعه شمسی. خب بریم که کارلستیشو با هم درست کنیم. البته این بار با کاغذ نیست، با خمیر درستش می‌کنیم. خب رفقا، برای درست کردن عطارد و زهره اونم با خمیر ما نیاز به خمیرهای توسی و زرد داریم. خب اول با عطارد شروع کنیم که نزدیکترین سیاره به خورشیده. اول خمیر رو اگر که یه شکلی داره واش کنید و پخشش کنید. وقتی که به این صورت در اومد باید گلولش کنید توی دستتون. ببینید اول اینجوری میکنم بعد گلولش میکنم. اینم عطارد. حالا بریم سراغ زهره. زهره رو هم به همین صورت دایره‌ای کنید. فقط نکته ببین عطارد از زهره کوچیک‌تره. از زهره رو باید خمیر بیشتری استفاده کنید و برای عطارد خمیر کمتری استفاده کنید. ببینید اینجوری قشنگ دایره‌اش کنید. قشنگ دایره‌اش کنید. این دایره شد. خب حالا برای عطارد چون سیاره‌ایه که جو نداره، تقریبا جو نداره. حالا در ادامه بحث توضیح میدم. و اینکه چیز هست خیلی زخم خورده است، اسم دیگه سیاره زخم خورده است. ما این سری خط و خشا روش قرار میدیم و یادتون باشه که اگر این خط و خشا به هر صورتی که در اومد اشکالی نداره. ممکنه این گلوله کردنش اینجوری بشه، خب اون اشکال نداره. میگیم سیاره زخم خورده است که عطارد درسته. از هر گوشه‌اش یه گوشه‌ای براش سوراخ ایجاد کنید که به نظر درست قشنگ به نظر برسه که این سیاره آسیب دیده است. صبر کنید همونجوری که سوراخ داره گلوله‌اش اگر که شکلش بنده گلوله‌اش کنید. و حالا این سیاره زخم خورده داریم. و حالا زهره چون جو رقیقی داره که در ادامه راجعش حرف می‌زنیم باید طوری باشه که اصلا مشخص نشه روش چه خبره. پس زهره فقط به شکل گلوله دراریم و تا جایی که میشه زهره هیچ خط و خشی روش وجود نداشته باشه. ببینید من با این سیکه چور خط و خشاشو تلاش کنم از بین ببرم. میتونم خیلی راحت با دست خط و خشاشو از بین ببرم. خب از اینجایی که پر از خط و خشی من نمی‌دونم به همین چسبونم بعد گردش می‌کنم. اگر خط و خش افتاد اشکال نداره، میتونید یه جور رو بپوشونید، هیچ عیبی نداره. ببینید من یه اکریل دارم، اگر که دوست داشته باشید میتونید تهیه کنید و بپاشید روی این چیز فقط خیلی قد میشه بذارین. خب ببینید یکم قلاق شد دیگه چون روش اکریل خورده الان. خب حالا که اکریلش کردیم ماکیش کردیم اوکی، فقط تا جایی که میتونید تلاش کنید تلقی روش جمع کنید. من تلاش کردم خب فقط درست نتونستم این کارو انجام بدم. شما هم تا جایی که میتونید این کار تلاش کنید انجام بدین که دیگه خیلی زهره جلوه داره سطحش دیده نمیشه. خب حالا که این دو تا درست کردیم یکم راجعشون صحبت کنیم. خب دوستان حالا که عطارد و زهره‌مون رو درست کردیم یکم راجعشون حرف بزنیم. خب من اول از عطارد شروع می‌کنم. قلبش کردم. من اول از عطارد شروع می‌کنم که نزدیک‌ترین سیاره به چیه؟ به خورشید نازنینمون، همونی که درستش کردیم تو جلسه قبل. خب عطارد یه سطح خشک داره و از اونجایی که خیلی نزدیک به خورشید به خاطر اشعه‌های خورشیدی تمام جوش از بین رفته و تنها چیزی که توش وجود داره یه لایه نازک گازیه که از هلیوم، هیدروژن، اکسیژن، پتاسیم، سدیم و غیره تشکیل شده که اینها یک جو نازک برش تشکیل دادن. جالبه بدونید که داخل عطارد نصف بیشترین حجم رو اکسیژن در بر گرفته. بیشترین حجم جوش رو اکسیژن در بر گرفته و بعد از اکسیژن به ترتیب هلیوم و هیدروژن در بر گرفته و بعدش سدیم و پتاسیم و در بقیه گازها. همه گازها در عطارد، همه جو عطارد از گازهایی که خودش تولید میکنه، خودش اون گازها رو تولید میکنه ایجاد شده. البته اما هلیوم و هیدروژنش توسط بادهای خورشیدی ایجاد میشه و به خاطر همین که عطارد خیلی نزدیک به خورشیده بادهای خورشیدی همش بهش برخورد میکنن و به خاطر همین جوش از بین میره و دوباره باید بازسازی بشه که این موضوع اصلا برای زندگی ما روش خوب نیست. و راستین یادتون باشه که اگه خواستیم بریم روی عطارد هم لباس گرم ببریم، هم لباس سرد، هم لباس خنک و تابستونی ببریم، چون توی روزش به شدت داغ و توی شبش به شدت سرد. داخل روز دمای عطارد به 470 یا 470 درجه سانتیگراد میرسه و در شب منفی 180 درجه سانتیگراد میرسه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه ایشون جو نداره و زمانی که رو به خورشیده میتونه از گرمای خورشید خیلی زیاده روش ایجاد میشه و زمانی که پشت به خورشیده گرمای خورشید خب بهش نمیرسه دیگه، در نتیجه خیلی سرد میشه. خب پس عطارد که یه سیاره زخم خورده هست کلی زخم به جا مونده که چند تاشو از این کتاب براتون نام میبرم که ببینید چه ها هستن. ولی قبلش بی بابی بوم دیدم لباسم عوض شد. خب حالا ببینیم که چه چیزایی که زخم‌های روی عطارد هست که ما میتونیم مشاهدهشون کنیم و مشاهده شده. یکی از اینها لبه صخره مانند دیسکاوریه، جهت نزدیک نیمکره شمالی. نوعش که لبه قدمتش 2 میلیارد ساله، طولش هم 500 کیلومتر. بعدی حجره کالوریوسه، نوعش دهانه برخوردی، قدمتش 4 میلیارد ساله، قطرش 1350 کیلومتره. خب بعدی توی منطقه بتهون که یکی از مناطقی که روی عطارد نامگذاری شده است در اونجاست. اسمش حفره بچ هستش. نوعش حفره برخوردیه، قدمتش 4 میلیارد ساله، قطرش هم 2014 کیلومتره. بعدی حفره برمز هستش که حفره برخوردیه،
3.5 میلیارد سال قدمت داره و خودش هم 97 کیلومتر و منطقه داخل منطقه شکسپیر حفره دگاز هست. نوعش حفره برخوردی است. قدمتش 500 میلیون ساله که خیلی از بقیه جوان‌تره و خودش هم 60 کیلومتره. خب اینا با هم مثال زدیم، دیدیم که چجوری یه سری حفرات و عطارد وجود داره. حفره‌های مشهورش رو دیدیم. البته روی عطارد هزاران حفره وجود داره، چرا که عطارد هیچ لایه محافظتی نداره و هیچ قمری هم نداره، در نتیجه پر از بمباران بوده. بر همین اسمش سیاره زخم خورده است. و حالا راجع به اینا گفتیم، حالا میریم سراغ سیاره وحشتناک داغ منظومه شمسی که داغ‌ترین و جهنمی ترین سیاره منظومه شمسیه و البته میگن خواهر دوقلوی زمینه، چرا که شباهت‌های زیادی با زمین داره ولی اصلا مثل زمین مهربون نیست. خب بریم ببینیمش. ایشون کی هستن؟ ایشون سیاره زهره است که من الان تو دستم مچالش کردم خراب شد. حالا سیاره زهره یه سیاره داغ و جهنمیه به طوری که اصلا سرب رو ذوب میکنه. این سیاره دماش تو روز و شب هیچ فرقی نداره. توی روز و شب هر دو 460 درجه سانتیگراده. فرقی نداره روز و شب باشه. دمای سطح زهره بالاست و جوش بسیار غلیظه و حالت گلخانی ایجاد کرده که گرما و نور خورشید نمیتونه ازش خارج بشه. حالا نور شاید ولی گرما نمیتونه ازش خارج بشه. در نتیجه خیلی سیاره داغ. و راستی روی زهره میدونستین که بارون میباره؟ اما نه بارون که اینجا میباره. این بارون نه. بارون اسید سولفوریک میباره که خیلی خطرناکه. اسید میباره. وحشتناکه. بعد روی زهره به خاطر جو گلخانی و غلیظی که داره، به خاطر همین موضوع داغ شد. میگن این جوش به خاطر آتشفشان‌های زیادی که روی زهره هستش هست. راستی حالا ببین چرا زهره خواهر دوقلوی زمینه؟ حرف بزن چرا؟ خب زهره اولا که اندازش خیلی شبیه زمینه. بعدی درست مثل زمین دره‌ها و آتشفشان‌ها و کوه‌های بلندی داره. مثل کوه اورست خودمون. اونجا هم حالا کوه‌های هم نزدیک به اورست هم هستن دیگه. حالا شاید بزرگتر هم باشه. که واقعا هستن. کوه‌های بزرگتر از اورست هم هستن تو منظور. خب حالا که راجع به شباهت‌های زهره و زمین حرف زدیم، یه سری چیزا هم گفتیم، دیدیم که زهره سیاره جهنمیه. راستی اسم زهره توی فارسی میشه ناهید، اسم عطارد هم توی فارسی میشه تیر. یادتون باشه که زهره و عطارد اسمای عربی ان. یه عربستانی اینا بگی میفهمه. خب راستی بهتون بگم اسم انگلیسی زهره و عطارد میشه مرکوری، زهره میشه ونوس که مرکوری از خدای پیامرسان رومی‌ها گرفته شده. جالبه میدونستی؟ و ونوس هم از خدای عشق در رومی‌ها گرفته شده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بای بای، بعدا میبینمتون.